بازار ایران طبیعتاً منتاج کننده یا وارد کننده میره سراغ اون محصولی که بیشترین سود رو داره. یعنی یه تایمی کراس اوورها بیشترین سود رو داشتن، میرفتن سراغ این که هر کی بیاد یک کراس اوور جدیدتری رو به بازار معرفی کنه. الان همه میرن سراغ پیکاپ ها، ولی مدیران خودرو لالوی این پیکاپ ها و کراس اوورها اومده یه سدان اسپورت جمع و جور رو معرفی کرده که خیلی جاش توی بازار خالی بود. سلام، من اشکان آثار هستم و اینجا اتومدیا شو. امروز اومدیم آریزو 6 جی تی رو تست بکنیم. پس قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و از همه مهمتر انتهای ویدیو نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. آریزو 6 جی تی تو ایران یه مدله، ولی تو بازار جهانی یا حداقل بازار کشور مبدأ همون فیس لیفت آریزو 5 محسوب میشه. نمای جلو کاملا تغییر پیدا کرده و همینطور که دارید میبینید یه کپی برداری از لکسسه، اما لزوما کپی برداری چیز بدی نیست. وقتی بتونید انقدر قشنگ درش بیارید اتفاقا موفقیت آمیز میشه و تاثیرگذاره. برای اینکه با مدل های دیگه اشتباه نگیریدش، یه بج جی تی برنزی رنگم روی جلو پنجرهش گذاشتن و به نظر من جلوش واقعا خوشگل و اسپورته. اما از نمای ساید همونطوری هم که میدونید فیس لیفت های مینور کلا فقط جلو عقب تغییر میکنه و نمای ساید چون پلتفرمش عموما قدیمیه و یکسان با مدل‌های دیگه تغییری نمیکنه و یعنی هزینه‌اش میره بالاتر و اصلا کامپلت یه نسل دیگه میشه. برای همین شما کاملا آریزو 5 رو میبینید. تغییراتی که وجود داره رینگه که طرحش عوض شده و کلیپرهای بزرگ چرخ جلوه که نارنجی رنگه و یه فونت کرسیو توری مثل لامبورگینی هم روش کار کردن که به اسپورت بودنش به اصطلاح تاکید بیشتری داشته باشن. ولی چرخ عقب کلیپر کوچیکتری داره که خب نمیدونم که کاش حداقل جفتشو یکسان طراحی میکردن که نمای جانبی خوشگل تر بشه. اما عقبش رسما همون آریزو 6 پروه و تغییری پیدا نکردی که ای کاش کمپانی مادر سعی میکرد که یه تغییری هم توی نمای پشت بده، چراغاشو گرد بکنه یا یه حالت اسپورتری بهش ببخشه تا از این فرمت خارج بشه که هماهنگ با جلو باشه. فقط یه بج جی تی بهش اضافه شده که تازه اینم نارنجی رنگه، یعنی باز با برنزی جلو متفاوت. اگزوزای فیک رو داریم که دوبل دوگانه است که اگر اینا هم واقعی بود باز حداقل میتونستیم بگیم که کمپلت با یه سدان جمع و جور اسپورت به معنای واقع کلمه طرف هستیم. تا نمای پشتیم بذارید صندوقش هم بهتون نشون بدم. صندوقش برقی نیست که ای کاش برقی می بود، ولی خب به واسطه سنگینی که داره خودش میره بالا اون حس رو بهتون میده. عمق و عرض خیلی خوبی داره، حتی فضای به اصطلاح ورودی خوبی هم داره. یعنی شما به راحتی میتونید 2-3 تا چمدون بزرگ و کلی خورده‌ریز اینجا جا بدید. یعنی برای یه مسافرت خانوادگی 4 نفره کاملا جا داره و مناسبه. این زیرم شما یه دونه زاپاس سایز کوچیک دارید که خدا رو شکر زرد رنگ نیست حیثیتتون رو ببره، که خب میدونید دلیل اون که چرا اینا کوچیک‌ترن هم بهتون گفتم، ولی توی کپشن هم میتونم براتون بنویسم. پس تا الان یه ضعف وجود داره، اینه که در صندوقش برقی نیست. بریم کابین رو بهتون توضیح بدم. کابین رو قبلا توی فونیکس افیکس هم دیدید، تو آریزو 6 پرو هم دیدید، یعنی خیلی چیزاش مشترک. بخوام از سمت چپ براتون شروع کنم، تنظیمات آینه رو داریم به همراه چراغ‌ها، فرمون دیکات رو داریم، پدل شیفتر داریم که پشتش یه حالت پلاستیکی داره که گریپ دست بیشتر بشه. فانکشن‌های روی فرمون چیز عجیب و جدیدی نیست و کلی رادارها رو شما میتونید از روی این تغییر بدید و یا تنظیمش بکنید. 2 تا نمایشگر متصل به هم 10.2 اینچ داریم، مجموعاً نزدیک به 20-21 اینچ شما نمایشگر اینجا دارید. پنل لمسی سیستم تهویه مطبوع رو دارید و کلاً کلیدهای فیزیکی حذف شده و هر تنظیمی که بخواید انجام بدید رو باید از روی سیستم اینفوتینمنت انجام بدید که توضیحاتش رو بهتون میدم. اما این پنل یه ایرادی هم داره، توی همچین نورایی یا اگر که آفتاب یه خورده بیشتر باشه شما نمیتونید به راحتی حروف رو ببینید. یعنی دیگه بعد یه مدت حفظ میشینن. ولی اینکه بعضی موقع بخواید بگید حالا مثلا دکمه آن آف کجا بود، کم و زیاد کجا بود، یه خورده مختل میکنه دید رو. و یه پترنی هم اونجا داریم که دلیلش رو نمیدونم چرا گذاشتن، ولی حالا امبینت لایت هم داره و نورش رو هم میتونید تغییر بدید. متریال کابین متریال خوبیه، اکثرا از سافت تاچ استفاده شده و توی 6 جی تی تریم فیبر کربن هم اضافه کردن
که یه جورایی میخواد حس اسپورت بودن رو بیشتر بکنه. رودری ها و صندلی ها قرمز رنگه و این وسط فرمون رنگش متفاوته، یعنی نه برنزیه نه جیگریه نه قرمزه و نه نارنجیه، یعنی یه جورایی میشه گفت نه با بجای بیرون یکسانه و نه با تم داخلی هم رنگه. طیف رنگیش یکیه هان ولی رنگشون یه کوچولو متضاده. لیور گیربکس از نوع الکترونیکیه، چیز جدیدی نیست. 2 تا کاپ هولدر داریم، شارژر وایرلس، ترمز پارک برقی، اتو هولد، سنسورها از اینجا خاموش و روشن میشه، مد رانندگی که 3 حالت داره، نرمال، جی تی بوست و اکو، به همراه 2 تا گرم کن که گرم کن ها با کلید فیزیکی اینجا فعال میشن، اما اگر بخواید سرد کن رو فعال بکنید باز دوباره باید از سیستم اینفوتینمنت کمک بگیرید. یعنی شما اینجا با این دکمه‌ای که اینجا میبینید میتونید سرد کن صندلی راننده و سرنشین رو روشن و خاموش بکنید. و اینجا هم یه زیرآرنجی داریم که یه خورده فضا رو در اختیارتون میذاره و نقش به اصطلاح کول باکس رو هم بازی نمیکنه. صندلی‌های جلو به شدت راحته، فقط یه خورده نشیمنگاهش کوتاهه. من این رو هم خاموش بکنم. یه خورده نشیمنگاهش کوتاه، برای همین اگر قد بلندی داشته باشید تو دراز مدت میتونه اذیتتون بکنه. خبری از سقف پانورامیک نیست ولی سانروف رو داریم، سنسور نور و باران رو داریم و کلا رادارهای ADS و امکانات ایمنی و رفاهیش تکمیله. بریم صندلی عقب رو نشونتون بدم و فضای پای ردیف عقب رو بهتون توضیح بدم. خب همونطور که بهتون گفتم اومدم ردیف عقب تا بهتون نشون بدم فضای ردیف عقب چقدره. صندلی جلو رو برای خودم با قد 177 178 تنظیم کردم و همونطور که دارید میبینید 4 الی 4.5 انگشت بین زانوی من و پشتی صندلی فاصله است که من هر جوری دلم بخواد میتونم بشینم و راحت. صندلی‌ها که مثل صندلی‌های جلو نرم و راحته. دریچه تهویه مطبوع عقب رو داریم و پورت USB A برای شارژ کردن دیوایستون. همینطور اینجا یه آرمرست هم داریم که 2 تا کاپ هولدر داره و زاویه‌ای که داره خوبه، شما میتونید خیلی راحت ردیف عقب بشینید. فضای سر و شونه خوبی هم داره. عموماً برای 4 نفر به صورت کلی و 3 نفر ردیف عقب خودرو راحتی. نوبت میرسه به قوای فنی و بریم ببینیم زیر این کاپوت چه انجینی قرار گرفته. پیشرانه‌ای که این زیره 1.6 لیتر توربوی تزریق مستقیمی که آشناست. روی فونیکس FX دیدیم، روی تیگو 8 پرو هم دیدیم. 197 اسب بخار قدرت، 290 نیوتن متر گشت آور که از طریق گیربکس 7 سرعته 2 کلاچه تر به چرخ‌های جلو منتقل میشه. اما نکته مهمش اینه که آریزو 6 GT 200 کیلوگرم از تیگو 8 پرو سبکتره، از FX هم سبکتره، برای همین نسبت اسب به وزن فوق‌العاده تری داره که حالا توی تست رانندگی بهش اشاره میکنم و بهتون میگم چه حس و حالی داره. پیشرانه قدرتمند روی بدنه سبک، یعنی یکی از بهترین ترکیبات برای یه سدان جمع و جور 30 سگمنت. بریم تست درایو، همون جای همیشگی، فقط حالا این سری مود رو میذاریم روی جی تی بوست که دیگه بدونیم پرفورمنسش چجوریه. خدا رو شکر جاده‌ام خلوته، هرچند که ما این ماشین رو کاملا هم توی پیست تستش کردیم ولی خب الان میخوایم توی شرایط جاده‌ای تستش کنیم و ببینیم که چه شکلیه. تعویض دنده ها فوق‌العاده است، یعنی به موقع تعویض دنده رو انجام میده و هیچ لگی نداره. لگ توربو و لگ پدال گاز هست که اول مسیر مشخص میشه ولی اینجور جاها به اصطلاح خیلی اذیت کننده نیست، فقط همون اوایلش. واکنش به پدال گاز فوق العاده است و میگم نسبت وزن به اسب باعث میشه که شما پرفورمنس خوبی داشته باشید. با اینکه تایرها ایرانیه ولی تای ماشین در میره. یعنی اولین نکته منفی اینه که شما باید تایراتون رو حتما عوض کنید، وگرنه ببینید ما الان داریم 130 تا میریم. یه ترمزها توی اینجور مواقع خوب عمل میکنه، اما نکته مهم اینه که توی جاده، یعنی توی مسیرهای شهری، این میخ بودن ترمز یه جای کار دستتون میده، چون خیلی میخ میگیره و یهو امکان داره که پشتی به شما
برخورد بکنه. حالا باز اینجا یه خورده شلوغ شد. فرمون برقی تو دست، حساس به سرعت و عملکرد خوب. ESP تا جایی که میتونه داره توی مدار به قول معروف میاد و ماشین رو جمع میکنه. باز اینجا یه پیچ تند داریم که برای ما تقریبا میشه گفت دیگه فعلا اهمیتی نداره. میگم ماشین واقعا تند میره به نظرم. حالا این واژه تند میره الان میدونم میخواد بگید وای تند میره، نه منظورم اینه که خیلی ماشین سریعیه و اگر این ماشین رو میگیرید و جوونید به نظرم احتیاط بکنید، چون خیلی میتونه درد سرساز باشه. همین مسیر رو حالا برعکس برمیگردیم تو سربالایی تستش میکنیم ببینیم چطوریه. واکنش به پدال گاز عالی، تعویض دنده ها خوب. الان فکر میکنم تو تصویرم که هست 100 تا 112 تا. میگم یه کوچولو پایداریش به خاطر لاستیکا خوب نیست، ولی اگر لاستیک خوب داشته باشه شما میتونید به راحتی بهش اطمینان کنید و تند برید. کار خوبی نیست. وظیفه ما تست کردن ماشین توی این شرایطه که دارم اینجوری بهتون میگم، وگرنه اصلا خوب نیست که اینجوری رانندگی بکنید. و رانندگی صدا توی کابین میاد، عایقش یک کوچولو ضعف داره، ولی خب اینم در نظر داشته باشید ماشین رو مود اسپورت داره تمام اون سعیش رو میکنه که دور موتور رو بالاترین حالت باشه، بهترین پرفورمنس رو به شما بده. طبیعیه که خب فشار روش زیاده و صدا توی کابین میاد، اما میتونست عایق بهتری داشته باشه که به قول معروف این صدا هم نیاد. باز اصلا معرکه از اینقدر خوب میره شما دوست دارید بهش گاز بدید. ترمزها همچنان میگم توی این مواقع خوبه، ولی بعضی موقع از خوب بودن زیادم میتونه یه جای کار دستتون بده. باز اینجا یه پیچ دیگه، پیچ تندی هم هست، سعی نمی کنیم تهشو خودمون در بدیم، ولی خب بخواید در میره. بازم به تایر بستگی داره. عملکردش رو حالت تیپترونیک هم اگر بخوام بهتون بگم، ببینید از اون دست تیپترونیک هاست که دخالت میکنه. یعنی شما الان دیگه میگه از 3 از یه جای به بعد 3 نه، خودش هم میده 3. این تیپترونیک ها عموما محبوب نیست برای رانندگی، ولی تأخیرم نداره اذیتتون بکنه. ولی خب این نباید بذاره که یعنی نباید دخالت بکنه، اینجوری بگم بهتره. باید بذاره شما تصمیم بگیرید که همچنان رو 2 بمونه، رو 3 بمونه، یا تعویض سریعتری داشته باشه. مثلا دارم میگم یه سری از ماشینا این تعویض سریعشون باعث میشه که شما رو تیپترونیک حالت بهتری داشته باشید. باز برمیگردیم رو حالت درایو، یه بار دیگه این مسیر رو میریم تا اگر نکته‌ای باقی مونده من اونجا بهتون بگم. طبیعتا اینجا رو که فعلا باید آروم بریم. مصرف سوختم من تو مسیر، چون 2 روز تقریبا 2-3 روز ماشین دستمه، مصرف سوختش هم با توجه به اینکه من داشتم رو اکو رانندگی میکردم مصرف سوخت خوبی بود. ببین الان که دیگه تریپ ایو من دارم نگاه میکنم با این فشاری که دادیم زده 14، در صورتی که تا قبل از این صدی تقریبا 7 بود. این رو دوباره برمیگردیم. نکته ای بود بهتون بگم. ببین خب مثلا وقتی پاتون رو میذارید الان داره در لحظه 20 لیتر مصرف میکنه دیگه. خب این چیز طبیعیه. ESP هم روشنه، طبیعیه که ESP رو خاموش نمی کنم با این ماشین، چون خب خیلی دیگه ریسکش میره بالا. تایراش هم تایرای خوبی نیست واقعا. اینو چند دفعه تاکید کردم که مطلع باشید. تایر ایرانی رو نمیشه خیلی بهش اطمینان کرد و فشار آورد. واکنش فرمون رو بهتون گفتم، واقعا واکنش خوبی داره. سیستم تعلیقش عقب تورشن بیم، جلو دوبل جناقیه و همین باعث میشه که نرم نباشه، ولی باز نسبت به خیلی از همکلاسای خودش نرم محسوب میشه. یه خوردم جاده شلوغه، یه جاهایی ماشینا میان تو دست و پا، ولی باز میشه اون کارهایی که باید انجام داد رو انجام داد.
این یه خورده ماشین گرونیه، نمیشه روش ریسک کرد، ردش کنیم بره. الان میگم به راحتی میبینید میرسه به 130 خورده ای. ترمزا خوبه، جمعش میکنه و ESP هم که طبیعیه این کار رو انجام میده. حالا یه سری چیزا رو من الان تست نکردم، فرصت بشه نور باشه براتون تست میکنم. کروز کنترل تطبیقیش که به اصطلاح همزمان با TJA و خیلی از رادارهای دیگه کار میکنه فوق العاده است. یعنی شما تو یه سری از ترافیکا میتونید روشن کنید کروز کنترل تطبیقی رو و دیگه پاتون از روی ترمز و گاز بردارید. این دیگه پیچ خیلی تندیه، بازم بنده خدا خوب سعی میکنه بمونه. داشتم اون رو میگفتم بهتون، عملکردش واقعا فوق العاده است. یعنی عملکرد هشدار برخورد از جلو، فاصله بین به اصطلاح خودروی تنظیم کردن، ترمز میکنه به موقع، حرکت میکنه. اونم الان اگر بتونم تو مسیر برگشت تست کنم براتون و ویدیوش بیفته خوبه، چون بعضی مواقع این مسیرهایی که اینجا هست خط و خطوطش مشخص نیست. خیلی از سیستم‌های خودران یا نیمه خودران بخوایم حالا به اصطلاح بهتر بهشون بگیم، خیلی وابستن به پیدا کردن خط. الان من ACC آن، این ACC آن، اینم TJA و ICA هم آن، ولی بذارید برسیم به 53. حالا من اینو میکنمش 64. ببینید الان پامو از روی گاز برداشتم، پا از رو ترمز برداشته، دستم هم روی فرمون نیست. فقط ببینید این خط رو چون کم رنگه تشخیص نداد. ببینید داره ترمز میکنه، خط رو تشخیص نداده فعلا، که میگم اونم ایراد واقعا جاده است. این تا یه جایی میتونه اون پررنگی خط رو ببینه. الانم مثلا این خط رو تشخیص میده، این ور رو نمیتونه تشخیص بده. واقعا هم تقصیر این نیستان. میدونم که الان دوست دارید تو کامنت ها بزنید که به درد خودش میخوره، ولی واقعا این خط کمرنگو تسلا هم نمیتونه تشخیصش بده. الان جفت خط رو داره میشناسه، یعنی به اندازه است که پر رنگ باشه. تو پیچ اگر کم رنگ نشه خیلی عالی میتونیم نشون بدیم که چطوری کار میکنه. این ترمز رو میزنه ولی خط باز کم رنگ میشه. تو مسیرهای صاف، تو مسیرهای اتوبانی به بهترین شکل ممکن عمل میکنه واقعا. و میگم حالا دیگه گاز بدید از مدار خارج میشه، بعد دوباره میتونید ستش کنید و حالا مثلا الان 63 خودش داره میره، مشکلی هم نداره تا زمانی که باز خودروی جلویی مثلا دتکت بکنه خودرو رو، بر اساس اون سرعت خودش رو به اصطلاح میزون بکنه و هشدار برخورد از جلوش هم باعث میشه که کاری نکنه که برخورد بکنه. لیست تمام آپشناش هم که تو کپشن براتون می‌نویسم، ولی از نظر عملکرد رانندگی واقعا درجه یکیه و واقعا پرفورمنس خوبی داره. بازم میگم مراقب باشید اگر می‌خرید و حتما از لاستیک خارجی استفاده بکنید. بریم ادامه ویدیو. حالا این راداراش هم گفتم بهتون نشون بدم. ببینید دستو که برمی‌دارید دو تا خط شناخته، فاصله با خودروی جلویی رو میشناسه. الان خودش ترمز میکنه. من فقط پامو آماده میذارم که اتفاق نیفته. ببینید الان خودش واقعا داره ترمز میکنه. فقط میگه که آقا دستتو بذار روی فرمون که من بدونم کنترل رو میخوای به دست بگیری. البته دیگه این مواقع رو نمیشناسه که یه نیسان بیشعوری داره وسط بولوار دور میزنه. من دوباره اینا رو فعال میکنم. الان اینو ست میکنم رو سرعت حالا مثلا 37 تا، البته میبرمش بالاتر، میرسونمش به مثلا 60 تا 61 حالا شد. بعد فاصله با خودرو جلویی هم کمترین حالته. الان مثلا 45 متر با اون سمنده فاصله است. پا رو از رو ترمز و گاز من برداشتم، خودش داره میره، دوتا خط رو شناخته. الان نگاه کنید ترمز داره میگیره، میکنتش 48 تا. اینجا میگه که آقا من چون دارم ترمز میکنم دستو بذار رو فرمون که من بدونم حواست هست. ببینید از خطم بیرون نمیره، ترمز میگیره چون دو طرف رو شناخته، یعنی حفظ بین خطوط رو داره و میتونه رانندگی بین خطوط هم داشته باشه. میبینید داره دور میزنه، داره اون خط رو میشناسه، داره دور میزنه. بهترین حالت توی ترافیکا، تو مسیرهایی که نمیخواید هی ترمز بگیرید، گاز بدید و ماشینا ترمز میکنن، بهترین حالته. و میگم این باز اصرار داره که دستو حتما بذارید رو فرمون برای این مواقعی که
خط رو نمیشناسه و یا خودروی بی خود میگیره راست، شما بتونید کنترل بکنید. میبینید دیگه لزوما وقتی سبزه هم خط رو شناخته، هم نقطه کو رو داره کنترل میکنه و ACCش هم که آنه. و اما جنبندی، تو این 3 روزی که آرزو 6 جی تی دست من بود، میتونم بهتون بگم که واقعا خودروی خوبیه و اگر دوست دارید که سدان جمع و جور اسپورت داشته باشید میتونه یکی از گزینه‌هاتون باشه. توان خیلی خوبی داره و طبیعتاً با این توان پرفورمنسی هم که در اختیارتون میذاره عالیه، گفتم بهتون توی ویدیو. اما نکات منفی هم داره که باید بهش اشاره کرد. مثلا بهتون گفتم در صندوق عقب برقی نیست، یا نشیمن صندلی‌ها کوتاه، وسط البته ترمزها اونجوری نیست که باید باشه. ما تو پیست تستش کردیم، تو پیست چون کسی پشت ما نبود ترمزها خیلی خوب عمل میکرد و میخ عمل میکرد، اما این میخ بودنه که خوبه توی شهر میتونه آزاردهنده باشه. یعنی شما میزنید روی سر ترمز یهو میخ میکنه و امکان داره عقبی به شما بزنه که قلقگیری نیازه و البته که میشه اینها رو هندلش هم کرد. لگ پدال گاز و توربو داره که اونها رو هم میشه برطرف کرد، اما خب طبیعتا اولش که میشینید تا برید برطرفش بکنید یه کوچولو شاید آزاردهنده باشه. و پیشنهاد بهتون میکنم اگر این خودرو رو انتخاب کردید سریعا 4 تا حلقه لاستیک ایرانی رو بردارید و به جاش 4 حلقه لاستیک خارجی بندازین تا پایداریش خیلی بهتر بشه، چون پرفورمنس خوبی داره. شما نیاز دارید که به زمین بچسبید و هندلینگ بهتری داشته باشید که این خودرو قطعاً بهتون اون پایداری خوب رو با 4 حلقه لاستیک خارجی میده. گفتم توانش خوبه، شتابش خوبه. ما توی پیست تست کردیم، شتابش تو شرایطی که تازه ماشین خسته بود تقریبا 10 ثانیه بود که اگر که تو شرایط بهتری بتونید این کار رو انجام بدید میتونید تا 9 هم شتاب 0 تا 100 رو پایین بیارید. مصرف سوخت خوبی هم داره، رو حالت اکو تقریبا میشه گفتش که 107 میسوزونه. حالا اگه جی تی بوستش کنید طبیعیه که خب مصرف سوختتون هم بیشتر میشه. در کل بخوام بهتون بگم به صورت پکیج یه سدان اسپورت درجه که میتونه جزو گزینه هاتون باشه. مرسی که ما رو تماشا کردین. لطفاً کانال یوتیوب و آپاراتمون رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوها با خبر بشین و از همه مهمتر نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.